دوستان عزیزم، ماه شریف رمضان، ماه رحمت و مغفرت، خیر و سخاوت، ماه پاکیزگی، بخشیدن گناه ها و زیاد نمودن عمل خیر به آخر رسیده ایستاده است و ما در عرفه عید سعید فیطر قرار داریم. با این مناسبت من با این روز سعید همه شما را تبریک و مبارک باد می گویم و از درگاه خداوند برایتان خانه آبادی، صحتی و سلامتی، عمر دراز، خوشی های زندگی، تینجی و آسایشتگی، وحدت و تحمل پذیری، برار و پیشروی، کامیابی ها در کار و زندگی، رزق روزی فراوان، دسترخوان پرفیض و پربرکت را آرزو می نمایم. عید سعید فیطر مبارک باشد همکاران و عزیزان دل.